محمد صلی الله علیه وسلم فرمود بسازید دنیا را با گفتن یک سلام. سلام به شما بینندگان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. برنامه امروزی ما در مورد ایمان به خداوند متعال می باشد. بیاییم برویم به تماشای ویدیو. حالا آمدیم به تماشای ویدیو که ما آن را ایمان به خداوند به دو دسته تقسیم کردیم، تشریحاتش و دیگرشون که در چه وقتا ایمان آدم ضعیف می شود. اول میریم سراغ تشریحاتش که ایمان به خداوند متعال چیست. ایمان به خداوند متعال یعنی باور با قلب و اعتراف زبانی و عمل به دستورهای خدا می باشد. یعنی با دل، زبان و رفتار خودمان باور داریم که خداوند متعال یکتاست و شریک و مانند ندارد و خداوند خالق همه چیزها، همیشه ما را می‌بیند و صدای ما را میشنود، مهربان و عادل و تواناست. هر چی که داریم از لطف خداوند متعال می باشد. فایده هایی که ما از ایمان داشتن به خداوند متعال چی می باشد؟ یعنی آرامش قلب. همه وقتی ایمان داشته باشیم همه ترس که در روبروی ما بیا و از آن نمیترسیم. و دیگر چیزها در برابر سختی ها می باشد که هر سختی ببینیم در پیش روی خود، اگر خداوند ایمان به خداوند متعال ایمان داشته باشیم آن سختی ها برای ما آسان می باشد. دیگرش هم هدف با زندگی می باشد. یعنی هدف داشته باشیم که نه یک زندگی می داشته باشیم، یعنی میخوایم در آینده یک معلم یا کار دیگر شویم و هدفمند می باشیم با زندگی خود و آخرش هم ثواب پاداشی بسیار می باشد که خداوند به مؤمنان در دنیا و آخرت پاداش می دهد. و نشانه های انسان با ایمان: دروغ نمی گوید، با دیگران حسد نمی کند، همیشه با مردم مهربان می باشد و همیشه خوب می باشد. و دیگرش هم که این فقط گفتن رو خدا را قبول داریم نیست، بلکه باید این کارها را انجام بدهیم. اول با قلب خود باور کنیم، با زبان خود اعتراف کنیم و با اعمال خود نشان بدهیم. و حالا میریم که در چه وقتا ایمان آدم ها ضعیف می شود. یعنی که یعنی یک مثال مکتب می باشد که ببیند یک شاگرد که لایق است و دیگر شاگرد نیست و همیشه استاد شاگرد لایق را تشویق می کند و دیگر کس حسد می کند که ایمان آن ضعیف می باشد و دیگر را می بیند که همیشه تنبل می باشد، که همیشه استادها آن را تحقیر می کند و دیگر را تشویق می کند. آن می باشد که در میان آنها یعنی یک دیگر ایمان می داشته باشد به خدا، که دیگر نمی داشته باشند. حتی استاد می تواند آدم ها را از دیگر جدا کنه، چرا که ما باید هیچ وقت با هم دیگر حسد نکنیم، همیشه با هم دیگر مهربان و صبور باشیم، همیشه با هم دوست باشیم، برادر مسلمان خود باشیم. تشکر از شما که ویدیو ما را تماشا کردین. اگر ویدیو ما مورد پسند شما قرار گرفته است لطفاً چینل ما را سابسکرایب و فالو کنید.